امروز قرار اتاقم تمیز کنم، پس بزن بریم. شاید باورتون نشه ولی تمیز کردن اتاقم برای من یک روتین شده و من اگر هر روز اتاقم تمیز نکنم یک روز در میون تمیزش میکنم. از اونجایی که میذارش و میز تحریم هر دوتاش یکی شدن، اول رفتم از اون قسمت شروع کنم که اون سخت‌ترین قسمت اتاق من هستش و همونطور که میبینید رنگ دوربین من عوض شده و رفتم که وسایلشون که سر جاشون نبودن بزنم سر جاشون و حتی کشوها رو که مال همون میز تحریم میذارش هم هستش و همونطور که میبینید دیگه دوربینم کلا رنگش عوض شده، چیزای سبز و از چیزای زرد و سبز نشون میده. بعدم رفتم زانو بندامو گذاشتم سر جاش، دفترمو گذاشتم سر جاش و اینجور چیزا دیگه. بچه‌م این کیف مورد علاقه این چند وقت هم هستش. حالا اینجا هم دارم تیشرت ها مرتب میکنم. بعدم اتکلون و اینجور چیزا رو گذاشتم سر جاشون و همه بطری ها رو از اتاقم بردم بیرون. البته وقتی که ویدیو تمام شد و این پاتختی مرتب کردم چون خیلی وقت بودش که اصلا با اون قسمت اتاقم کاری نداشتم. بعدم روش اینجوری درست کردم، تزیین کردم و تا جایی که میتونستم خوشگلش کردم و اینم شد نتیجه. خیلی دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.